در جزیره زیبای هاوایی دوئین جانسون کوچک همراه بچه‌های همسنش بازی می‌کرد. اما چند پسر بزرگتر او را مسخره کردند و بهش گفتند تو هرگز قوی نمی‌شوی. دوئین ناراحت شد و با چشمانی اشکبار به خانه برگشت، جایی که مادرش وقتی او را ناراحت دید با مهربانی او را دلداری داد و به او گفت دوئین، قدرت واقعی در قلب و ذهن آدم است. سالها بعد او یک نوجوان بلند پرواز شد. دوئین در زمین فوتبال با تمام توان تمرین می کرد، اما زندگی آسان نبود. خانواده‌اش با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کردند. یک روز او مادرش را می بیند که در حال بررسی قبض‌های خانه است. این تصویر او را ناراحت کرد و باعث تلاش بیشتر او شد. اما مسیر آسان نیست. دوئین دچار اشتباهاتی می شود و پلیس او را دستگیر می کند. افسر پلیس به جای مجازات او را نصیحت می کند. این لحظه زندگی او را تغییر می دهد. او در دانشگاه به تیمی می پیوندد، اما رویاهای او در این تیم به شکست می انجامد. او به پدرش راکی جانسون که خود یک کشتیگیر حرفه‌ای است رجوع می کند. پدرش به او می گوید هر شکستی فرصتی برای شروع دوباره است. دوئین وارد دنیای کشتی حرفه‌ای می شود. در ابتدا طرفداران از او استقبال نمی کنند، اما او نام خود را به راک تغییر می دهد و با سخت کوشی یکی از محبوب ترین کشتیگیران جهان می شود. با موفقیت در کشتی او قدم به دنیای سینما می گذارد. او ابتدا نقش‌های کوچکی می گیرد، اما با تلاش و پشتکار به یک ستاره بزرگ هالیوود تبدیل می شود. در نهایت او در یک سخنرانی الهام بخش به هوادارانش می گوید من از هیچی به اینجا رسیدم. اگر من توانستم شما هم می توانید. داستان با لحظه احساسی به پایان می رسد. دوئین حالا یک مرد موفق است و به مادرش کلید خانه‌ای جدید را می دهد و می گوید مادر دیگه نگران نباش، ما موفق شدیم. و داستان در همین جا به پایان می رسد. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما آگاه شوید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.